این زنی حلیم و خاکسار با دانش و فضل، مهارت و کاردانی، قابلیت فوق‌العاده، خلق و رفتار نیک و آموزنده خود سلیمه شریفова ساکن دهه زردالوباغ دهات میرعلی آباد ناحیه واسه با شغل پرثمر دهقانی در ناحیه مقیاس ولایت و تاجیکستان بسیاری ها او را میشناسند. خاله سلیمه به دهقانی روز برده در برابر کار خوجگیداری در سمت استفاده زمین نزدیاولگی برای همدهگانش نمونه عبرت گشته است. او هر وجب این قطعه زمین را عاقلانه استفاده می نماید. سبزوات و میوه‌جات، محصولات های سیتروسی از لحاظ اکولوژی تازه، این همه با مهنت او پرورش یافتند. زمین به ما آبرو از زمین آبرو داد، رزق روزی داد. همه رزق روزی از پیش همین زمینه. خدا را شکر. ما در همین زمین نزد حوالیگون 15 سوتیق زمینه انا هزار مرتبه شکرانه پروردگار انا 3 زراعت میکنیم. کارتشکار میگیریم، در جای کارتشکار جگوری میکنیم، این ایجاش دلوبی میکنیم، پامادر میکنیم. انا همه زراعت در همین اگرات میکنیم. کدورا کمتر دورتر از درخت میشونم میارم در تنه درخت خری 20 کدو میکنه. اونها اوجا میبندم میارم خری 20 کدو میکنه. ای مهنت اون که استفاده میبریم، بانک میکنیم، همه زراعت هم میکنیم. ما ای همه زمین خودمون خودمون استفاده میبریم. سلیمه شریفova شکرانه امن و آسایش کشور می نماید که برای کار و زندگی تمام شرایط ها مهیا کرده شدند و از محصولات گندمی استحصال نموده‌اش در نوروز سمنک پخته به همسایه ها تقسیم میکند. او بهترین پزنده این طعام ملی در ناحیه واسه اعتراف گشته است. سالی که نوروز بین المللی شد با تشبث جنوب اولی، تشبث جنوب اولی بین المللی شد. ای همون سال را چند سالی شده باشه انا یک دیگه 100 لیتر ده، یک دیگه 100 وقتی که سمنک هنی سمنک میشم میپرسن ایشم میپرسه مامای سلیمه سمنک کرده باشه، مامای سلیمه سمنک کرده. ما به خاطر همین آدمای طلبگار سمنک یک دیگه 100 لیتر ده سمنک میکنم. ای محصولات مهنت زحمت خودم انا نوروزی با سر میبرم میگذرونم، میوردم نوروزی با مای میرالی را میگذرونم. بعد ماندگیش بین دخترکم با اهل همسایه‌ام با فرزندم بعد می چی میکردیم. اگه این یک کاری هست که شکرانه پروردگار امی کار کسبه کردیم، امی کار دوست داشتیم. برای که خودم نقد میبینیم امی چی است که رمزی نوروز سمنک، میوه اساسی نوروز سمنک. انا در بالای دسترخوان نوروزی باید اساسی سمنک باشه. انا اپا همایمی شکرانه تینجی، شکرانه تینجی امانی و سروری عاقل کاردان و رهبر و راهنما و راهکشا رحمدید مهربان که ما را به این روزا رسوند. ما زنها هزار مرتبه شکرانه پروردگار، ما زنها امید نداشتیم که ما به این روزای خوب میرسیدیم. ما به این روزای تینجی و امانی میرسیدیم. باور کنید به حد حساب عذاب کشیدیم، در سالهای دشواری به حد عذاب کشیدیم که در